میگه تو کاروان ما یه مرتبه دیدیم یه پیرمردی اومد با دختر خانومش از حیث حجاب به شدت وحشتناک. مدیر این کاروان میگه من اول فکر کردم که اینا اشتباه اومدن دارن سواری این هواپیما میشن، اومدم گفتم آقا با دخترتون اشتباه اومدید. پیرمرد گفت نه اتفاقا ما هم اسممون تو لیست شماست، تو کاروان شما ثبت نام کردیم، منم و دخترم. حالا دخترش هم با اون وضع حجاب چیکار کنیم اینا رو دیگه؟ خب شب توی همون حسینیه هتل یه سخنرانی گذاشتم، شروع کردم صحبت کردن، گفتم زوار امیرالمومنین، خواهرای من، شما اینجا حجابتون رو رعایت کنید، شما الگو باید باشید برای بقیه زوار دیگه. شما از ایران آمدید، ما افتخار میکنیم در کشور ما صبح و ظهر و شب میگیم اشهد ان علی ولی الله، اگر شما از حیث حجاب مقید نباشید. خلاصه شروع کردیم صحبت کردن. اون دختر خانم اصلا توجه نمیکرد، دیدم همون پیرمرد است بابای اون دختره. آقا یه عرضی داشتم خدمتتون، بفرمایید. دختر من فهمیده که منظور شما با اوست. دختر من متخصص اطفال، اصلا توی این وادی‌ها هم نیست. شما هم که هر شب داری در رابطه با حجاب صحبت میکنی، هی میاد به من میتوبه. آقا گذشتون سفر ما تو نجف تموم شد، آمدیم کربلا و یکی دو روز کربلا بودیم. روز آخر چی خواستیم برگردیم، دیدم یه خانومی اومد جلو پوشیه زده خیلی موقر، اومد به من سلام کرد. من فکر کردم بقیه زوارن، گفتم علیکم السلام. یهو گفت آجی انگار منو نشناختی. گفتم نه ببخشید به جا نیاوردم، نقاب زده. گفت من دختر آقای فلانی ام دکتر. گفتم شما هستید؟ برگشت گفت اومدم به شما بگم اگر اجازه بدید فردا که میخواد برگردید ایران من نیام بمونم کربلا. گفت امروز صبح تو حرم سید الشهدا علیه السلام بودم، روبرو زری داشتم به خودم دریوری میگفتم، به خودم میگفتم من اینجا چیکار میکنم. روبرو زری امام حسین خوابم برد، تا چشامو بستم وجود نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام رو دیدم. ابی عبدالله جلو میساد یک جمله گفت، حضرت فرمودن دخترم اینقدر قصه نخور، اینقدر خودتو شماتت نکن، اینجا کسی بدون دعوت